نه اینکه جوان پیر و برنا زن و مرد دشنا میدن در کوچه و در همه جا. عبدالمومن شریفی هنرپیشه تاجیک طبیعتاً یک آدمی آرام است، اما میگوید بعضی حالت و حادثه های غیر فرهنگی و بیرون از آداب و اخلاق را نمیتواند به آرامی قبول کند. دختران اینقدر سخت بود وقتی که میدیدی که جوان‌ها راحت دشنامه‌های قبیح ترین میکنن. من نمیدونستم سرم کجا زنم. بسیار حالتم بد بود. نمیدونم آخه این به فرزندو چه میفهمم. این هنرپیشه تاجیک بعضاً با پند و نصیحت و بعضاً هم با بحث در مقابل چنین دایره‌های و محیط اعتراض میکند. با جوان‌ها بحث کردم. خب چندین جاها با نگاهم با سخنم که اون نگاه بسیار اعتراضانه که اونا در حال فهمیدن، بعضش عذر میپرسید، بعضش خب به خوبی میگفتم برادر دادر جان پسر جان چرا خیر، بعضش خب شرم میدارم میگه چیکار کنم عادت کردم. فرهنگیان تاجیک در دایره غیر قابل قبول به ارزش و اخلاق خود احساس درد و ناراحتی میکنند. برخی با اندیشه‌ای که بی‌طرفی بی‌شرفی است با راه و عمل و برنامه‌های مختلف تلاش میکنند مبارزه برند. سینا عمرزاده کتابداری مرکزی آشیان دانش است. میگوید بعضا وقتی پند و نصیحتش به گوش نفری دغل و بد اخلاقی نمیفورد از مغازه خود یک کتاب به او تقدیم میکند. امروز اما یک کتاب پند و حکمت لقمان حکیمه به او هدیه کردم. بعد از یک ماه اومد خیلی دیگر بود، شرم میکرد و خواست مبلغ همون کتاب را پرداخت کند و کتاب‌های دیگر پرسید. رفتار و کرداری نامقبول برخی را گوشه‌نشین کرده است. دوری از چنین محیط را این گروه افضل می‌دانند. گلچهره رجبلی و تجربه 40 ساله کار در ساحه علم را دارد. به گفته او تمام مشکلات دیگر از جمله ناعدالتی و ناحقی از بی‌فرهنگی منشأ می‌گیرد. مثلا بی‌عدالتی ها بسیار است، مثلا ناحقی ها بسیار است. دیدم که اصلاح کردن نمی‌توانم و مجبور شدم مثلا چیکار کنم، از ساحه علم رفتم، حتی کار قریب تیارم رو از بهرش گذاشتم، کار علمی تیارم. برای اصلاح وضع و بالا بردن فرهنگ و مطابق کردن محیط به طبیعت خود مصاحبان ما پیشنهادهای جالب هم دارند. مثلا باید بشینن روانشناسان علما باید شینن صحبت کنن. من نمیدونم کاش مثلا حکومت اقلا شهر دوشنبه یک قرار می برآورد، یک کاری میکرد که همین دشنام و همین رفتارهای زشت در دوشنبه مثلا در پایتخت و معش شاید چی میگن جریمه ستانن. شاید یک پلیسی اخلاق ما جاری کنیم که نظارت کرده شود و از اون نفرانی که به همین گونه دغل گفتاری ها قبیح گفتاری ها راه میدین شاید جریمه ستانیده شود. شاید در همین حالت همین گونه مناسبت برهم میخورد. تحلیلگران میگویند در تاجیکستان مخصوصا بعد جنگ شهروندی خشم و جهل بالا گرفت و عملهای ناشایست و بداخلاقی و دغلی رو به افزایش آورد. افرادی طبیعتاً حساس فرهنگی که کسب و کار مختلف دارند و در این محیط روحاً اذیت میکشند میگویند شاید به سختی اما میشود وضع و فضا را تغییر داد. فقط باید هر کس به گفته آنها در چنین محیط خود را مسئول بداند و تأثیر گذارد.